سازمان بین‌المللی کمیته دفاع از ژورنالیستان از تاجیکستان رهایی خیرالله میرسیدوف ژورنالیست شناخته را طلب کرد. این سازمان تقاضا نمود که تمام اتهامات ضد میرسیدوف برداشته شود. پیشتر از این هیومن رایتس واچ و کمیته نروژی هلسینکی هم بازداشت روزنامه‌نگار را محکوم کرد و او را آخرین قربانی تعقیب صدای انتقادی از حکومت نامیدند. خیرالله میرسیدوف را روزی پیش دستگیر کردند و او برای نقض 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم می شود. مایکل اندرسن ژورنالیست و کارگردان فیلم های مستند که در دنیا است بیش از 12 ساله با میرسیدوف شناسایی دارد. آنها قبلا در چند طرحهای ژورنالیستی همکاری کردند. اندرسن روز گذشته در یک صحبت با همکارانمان از بخش نستایش وریمه درباره قضیه مذکور نظر داد. اگر مسئله چنین جدی نمی بود اتهامات نسبت میرسیدوف خنده‌آور است، چون که خیرالله 15 یا 20 سال است درباره کروپسیا مناسبت خوبی بین انسان ها می نویسد. من با او در یک لایحه مشترک در ولایت اوش قرقیزستان همکاری داشتم. در این برنامه خبرنگاران از کشورهای آسیای مرکزی حضور داشتند و هدف آن ترغیب تحمل پذیری بود. حالا مقامات او را در برانگیختن کینه و عداوت ملی عیبدار میکنند که این یک مسخره است. او درباره فسادکاری در تاجیکستان و خوجند میگوید و می نویسد. در ادامه صحبت مایکل اندرسن به سوال آنکه بازداشت میرسیدوف به مسئله فساد و یا نقارگیری ربط دارد چنین گفت. Я считаю, что то и то. Смотрите, пожалуйста, реально تاجیکستان کیها به بحران مالی گرفتار شده است و مقامات کشور مجبورند که به همین زودی ها برای کمک به غرب مراجعت کنند. ما باید دقیقاً به حکومت کشور برسانیم که آنها نمیتوانند چنین رفتار کنند. شما نمیتوانید از ما مبلغ بخواهید و همزمان آنهایی را که از وضع کشور و کروپسیا انتقاد میکنند زندانی کنید. سخن درباره آزادی بیان میرود. مایکل اندرسن با استفاده از فرصت به رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان مراجعت کرد. با خیرالله میرسیدوف عملا 21 سال زندان تهدید میکند. او ژورنالیست پاک وجدان و حقگو است. پرزیدنت میگوید تاجیکستان کشور دموکراتی است و رسانه و دادگاه ها آزادند. پس ثابت کنید اگر دادگاه ها در تاجیکستان مستقل باشند باید میرسیدوف فردا آزاد شود. Надо выпустить Хаирулло завтра.